خوشحالم که در خدمت شما هستم با برنامه‌ای درباره تاریخ ایران، درباره تاریخ دوره صفوی، تاریخ دوره‌ای که زندگی ما و شما رو عوض کرد، هرچند که این سلسله ظاهراً از بین رفته. اتفاقاتی که تقریباً 500 سال پیش رخ داده امروز بر زندگی همه ما و شما تأثیرش هست. به سلطنت رسیدن اولین شاه صفوی به نظر من یک سکوت عامدانه در ایران در مورد سلسله صفوی هست و هر چیزش رو کوشش میکنن که به ما نگن. بعضی چیزها و خیلی چیزهای مهم رو از ما و شما مخفی میکنن. اما شما میدونید که 500 سال قبل نامی از روحانی نبود، از روحانی شیعه در ایران نبود، نام و نشان و اثری ازش نبود. نه کسی حجت الاسلام میشناخت، نه کسی آیت الله رو میشناخت، نه اسمها همه جدید، آیت الله عظما رو میشناخت، مرجع تقلید، اینا چیزایی نبود و هیچ کس به طور مطلقاً اینجور مردم رو نمیشناختن. پس ما باید اینها رو بشناسیم. بسم الله و الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و سلام بر شما بینندگان عزیز و گرامی، بینندگان عزیز شبکه وصال حق. بعد از مرگ پنجمین پادشاه بزرگ صفوی ها که بزرگترین پادشاه این سلسله هم بود، یعنی شاه عباس اول، در سال 1038 هجری قمری، نوش که شاه صفی باشه به حکومت رسید. حالا چرا نوش و پسرش نه؟ برای اینکه گفتیم همه پسرهای خودش رو کشته بود یا کور کرده بود و حتی همین نوش هم ازش پنهان میکردن از ترس اینکه مبادا علیه شورش کنه، همه رو میکشت. و این نوه با اینکه کوچیک بود مادرش از پدر بزرگش پنهان میکرد که مبادا ایران بکشه. و این در تا قبل از این پادشاهان صفوی در چیز بزرگ می شدن، در به اصطلاح ولیعتی بزرگ می شدن، به این صورت که در یکی از ولایات اینها حاکم می بودن تا به اصطلاح تمرین کنن پادشاه شدن رو. اما از این به بعد دیگه از ترسی که مبادا ولیعتا علیه پادشاه شورش کنن، چون که یادتون باشه که خود شاه عباس علیه پدرش شورش کرده بود و پدرش برکنار کرده بود، لذا می‌ترسید که این بلا سر خودش بیاد. لذا اینها رو در پنبه بزرگ کرد. همین شاه صفی در پنبه بزرگ شد، در حرمسرا بزرگ شد، اصلا بیرون ندید. و چون که قتل عامی هم که آقای شاه عباس بزرگ به قول مردم ما که طرفدارش هستند، اونایی که طرفدارش هستند میگن قتل عامی که بین شاهزاده‌های صفوی را انداخته بود، اصلا شاهزاده‌ای هم باقی نمونده بود. وقتی که این آقا صفی میرزا، اصلا نامش سام میرزا بود و به نام صفی میرزا پادشاه شد، در اصفهان بر تخت سلطنت رسید، 18 ساله بود. تمام عمرش هم در بین زنها در حرمسرا به اصطلاح به سر برده بود. و چون که پدرش رو کشته بودند و در کینه پرورش رو یافته بود، سوء ظن عجیبی به همه داشت. و چون یعنی با اینکه شاهزاده بود ولی و با اینکه به قول همونطور که گفتم در پنبه بزرگ شده بود، اما محیطش پرتشنج بود. وقتی انسان از پدر بزرگش بترسه، طبعا مادرش چه حالی داره؟ مادرش که عروس شاه عباس باشه، وقتی که شوهرش رو که پسر شاه عباس باشه رو پدرش بکشه، این عروس یعنی چه حالی داره؟ این بچه رو چه جور بزرگ میکنه؟ طبعا محیط پرتشنج و این پر از عقده بار اومد. جز سوء ظن خشونت این پادشاه استعداد دیگه ای نداشت و در سال 1038 بر مردم بدبخت ایران حکومت و پادشاهی خود شروع کرد. و طبعا وقتی که در بین زنهای حرمسران بزرگ شده بود، جز عیاشی و خوشگذرانی علاوه بر سوء ظن و به اصطلاح بدبینی، جز عیاشی و خوشگذرانی دیگه چیز دیگری بلد نبود. با مملکت فاصله گرفت، با اداره مملکت فاصله گرفت
و اگر بیرحمیش نمی بود کسی نمیفهمید که این پادشاهی مملکته. این رو یکی از به اصطلاح اروپایی هایی که مقیم ایران بودن نوشتن. کورسینسکی اینهایی که به ایران می اومدن به از یک نایی بود که برای اصطلاح به سفارت به ایران اومده بود دیگه. اون وقتا دیگه مراوده اروپایی ها شروع شده بود. این در خاطرات خود می نویسه که اگر این آقا بیرحمی نشون نمیداد شاه صفی کسی نمیفهمید که این پادشاه است. به دیگه گفتم این سوءظنش باعث شده بود که بزرگانی اولا که نبودن بزرگانی اون 4 تا هم که پیدا می شدند اونها رو در کارا دخالت نمیداد. کارا رو سپرده بود دست زنها و خواجه سراها، چون که اصلا تو بین اونها بزرگ شده بود. و خواجه سرا یعنی همونایی بودن که اخته می‌کردند و در حرم سرا برای به اصطلاح اونایی که نه زن بودن نه مرد در حرم سرا بودن به خدمت زنان حرم. چون میدونید که به برکت فتوای علمای شیعه مردان و پادشاهان صفوی صدها زن داشتن و حرم سرا درست می‌کردن. حرم سرا یعنی یک شهرکی درست می‌کردن، در هر گوشه‌اش یک زن از زن‌های پادشاه زندگی می‌کرد یا زن‌های به اصطلاح شاهزاده‌های پادشاه، شاهزاده‌ها رو که حالا از بین می‌بردن. تعداد زیادی زن‌ها در اونجا بودن. خب این زن‌ها دیگه بیکار هم بودن، بیچاره یک شوهر داشتن. صدها زن که یک شوهر داشته باشه دیگه کاری نداره، مجبور است که وقت خود رو برای وقت گذرانی هم که شده به اصطلاح به اموری روی بیاره که به اصطلاح فقط روز بگذره. و برای اینها دیگه آداب مثلا اسباب لهو و لعبی که به اصطلاح اجازه داشتن زنها جایز بود فراهم میکرد پادشاه معمولا. و دیگه برای خدمت به اینا هم کنیزا بودن و عده‌ای، چون که هم کنیزا نمیتونست همه کارا رو اینا رو انجام بدن، یه عده‌ای از اسیران رو اینا اخته میکردن و اینها رو میگفتن خواجه حرمسرا، یعنی نه مرد بودن نه زن. و اینها دیگه تو حرمسرا میگشتن و خدمت همین زنها رو انجام میدادن و اینها رفیقای همین پادشاهی جدید ایران بودن. شاه صفی که به حکومت رسید، یادتون باشه که شاه صفی وارث یک پادشاهی بزرگ شد، چون شاه عباس حکومتی به کشور رو گسترش داد، هم از غرب و هم از شرق و هم از شمال و هم از جنوب. این خدمت رو به ایران کرد. بغداد هم گرفته بود، کردستان هم گرفته بود و در حال گرفتن بصره بود. اون ور قندهار و تمام نواحی شرقی که امروز به نام افغانستان مشهوره گرفت و پادشاهان حتی 4 بار پادشاهی، گفتم که 4 بار پادشاهی عثمانی رو شکست داد برای اولین بار. ولیکن با بدشانسی آقای صفی میرزا این بود که وقتی که به پادشاهی رسید، از یک طرف ازبک ها حمله کردن، از طرف دیگه در ترکیه عثمانی باز برای آخرین بار بگم پادشاهی مقتدری به سر حکومت رسید به نام سلطان مراد چهارم. تا حالا در زمان شاه عباس خوششانسی شاه عباس این بود که پادشاهان عثمانی دیگه قوی نبودن، تو بین اونها اختلافات داخلی بود. این آقای سلطان مراد چهارم حکومت رو با کفایت بود، حکومت رو در دستای خود محکم گرفت و اولین کاری که کرد یا یکی از کارهایی که کرد این است که به ایران حمله کرد بعد از مرگ شاه عباس. یعنی وقت مناسب دید که به ایران حمله کنه. اول به بغداد لشکر کشید و بالاخره تونست، اولی مقاومت کردن، بالاخره تونست بغداد رو بگیره و بعد از گرفتن بغداد قتل عام کرد قزلباش ها رو، چون که یادتون باشه که کینه شدیدی بین سنی ها و شیعه ها بر اساس بیادبی هایی که شیعه ها انجام داده بودن نسبت به قبور بزرگان اهل سنت، خصوصا نسبت به قبر امام ابو حنیفه، عبدالقادر گیلانی و دیگران در بغداد، کینه عجیبی دیگه هر روز این کینه زیادتر میشد. به سلطان مراد به عنوان پادشاه یا قاضی مسلمان ها وقتی که بغداد محاصره کرد و دستگیر کرد 20,000 قزلباش فقط کشت و 10,000 نفر از مردم شهر هم قتل عام کرد، 300 نفر از زوار هم که می اومدن قتل عام کرد و گفت که بعد از اینکه همه اینا رو کشتم حالا من دیگه از ابو حنیفه خجالت نمیکشم، به زیارت قبرش میرم. یادتون باشه که اونها به قبر رفتن و حالا نمیگم از قبر حاجت نمیخواستن، اما بدعت هایی رو
انجام میدادن، مثل ساختن بنا بر روی قبر، گنبد بر روی قبور. اینها کارهای مشترک بود بین همه مسلمان های اون دوره. و به شما گفتم که اومدن صفوی‌ها یک فایدهش برای ما مسلمان ها این بود که مردم مسلمان فهمیدن که باید به اصل دین رجوع کنن و نهضتی که مشهور است به نهضت وهابیت، یعنی نهضت اصلاح دینی که محمد ابن عبدالوهاب دشمنان به وهابیت مشهور کردن، به عنوان یک مذهب مشهورش کردن که نبودم چیزی. نهضت بازگشت به اسلام، صدر اسلام در اثر کارهای صفوی ها به اصطلاح پیدا شد. و جالبه، بازم اینو براتون تکرار کنم، این جرأت خراب کردن گنبدهای روی قبر رو که به قول شیعه ها و وهابی ها پیدا کردن، این رو از همین صفوی ها یاد گرفتن. چرا که یه دفعه اینا حرمت این قبرها رو که بین مسلمان ها خیلی مشهور بود، خیلی مقدس بود. حالا من باز میرسم که شاه ازبک با این که با ایرانی‌ها در حال جنگ بود به زیارت امام رضا می اومد و اینا صلح میکردن تا اون زیارت کنه. اینقدر برای اینها، برای سنیای اون دوره هم قبور مقدس بود که به قبر به سرزمین بدترین دشمن خودشون میرفتن تا قبر امام رضا رو زیارت کنن و خودشون اصلا ساخته بودن، اونا ساخته بودن، به شیعه گسترش داده بودن. به هر حال شاه صفی که شکست سختی از عثمانی‌ها خورد، مجبور شد که با اونها صلح کنه و این صلح در سال 1448، چون که اصلا شاه صفی رفته بود که به کمک بغداد، که در همدان متوجه شد که بغداد سقوط کرده و ترسید که شاه مراد جلو نیاد. ترسید، چرا که ترس از عثمانی‌ها در دل اینا بود، هرچند که در دوره شاه عباس اینا پیروز شده بودن. و تقاضای صلح کرد و اونا صلح رو قبول کردن و مناطقی رو که امروزه به اصطلاح مرزهای فعلی ماست، البته در شمال نه، در شمال گرجستان اینا برای ایران موند، در طرف غرب مرزی که ما فعلا داریم این مرزی است که در زمان شاه صفی رسم شده تقریبا. البته هنوز نجف و اینها تا یه حدودیش در دست ما بود، ولیکن بعد دیگه کم کم اون رو هم عقب رفتیم که بهش میرسیم. حکومت شاه صفی اونقدر طولانی نبود. شما میدونید که ایشون در سال 52 بعد از هزاره اول، یعنی 1052 قمری به حکومت رسید، ببخشید 1038 قمری به حکومت رسید و 1052 حکومتش پایان یافت، یعنی تقریبا 14 سال. دوران سلطنت شاه صفی اونقدر طولانی نبود. این مرد فقط 14 سال حکومت کرد، اما به گفته تاریخ نویسان دوران حکومت این یکی از بی‌رحم‌ترین و وحشیانه ترین دوره ها بود. خب معلومه دیگه، وقتی پسری که پدرش رو پدر بزرگش میکشه به حکومت برسه، این چه عقده‌ای خواهد داشت نسبت به دنیا. این پسر که توسط مادرش به اصطلاح تربیت یافته، مادری که به عنوان یک عروس، یک شاهزاده میره تو خونه‌ای به این امید که این شاهزاده پادشاه میشه و من ملکه میشم، اما میبینه که شاهزاده کشته. حالا ممکنه انسان پسرش کشته بشه یا شوهرش کشته بشه، اما به دست پدر خیلی دیگه وحشتناک میشه. تمام رویاهای این زن به هم ریخت و یک زن کینه‌ای تبدیل شد. و این در زمان شاه صفی، چون که شاه صفی 18 ساله بود دیگه به پادشاهی رسید و 14 سال که بهش اضافه کنید میشه 32 سال. در 32 سالگی مرد. خب مادر در زندگی چه دخالت میکرد؟ این خودش هم بیرحم بود و قتل عام‌های خونین رو به راه انداخت در بین کیا؟ در بین همین سرداران صفوی. یکی از بزرگترین سرداران صفوی که علاوردی خان بود و پسرش امام قلی خان هم سردار شده بود و اینها فاتح هرمز بودن، هم بندر عباس و بزرگ حاکم فارس بود. این رو فقط به این خاطر که برادر دیگه‌اش داوود خان در قره‌باغ شورش کرده بود کشت واسه فرزندش. بابا اینکه تقصیر نداشت، این که در دستگاه توه، هیچ مشکلی با شما نداره و خدمتکار توست، ولیکن به خاطر شورش برادرش بی دلیل اینا رو کشت. فقط البته اینها همه توطئه مادر و خواجه سرایان هم در این چی بوده. بیرحمیاش از حد حصر زیاده. جالبه بدونید که مادر پادشاه بعدی هم کشته. پادشاه بعدی شاه عباس دومه،
این زنا رو هم زیاد میکشت، زنای خودش رو. فکر کنید که یک انسان همسر خودش رو بکشه. خب البته فکرم نمیخواد وقتی که گفتم دوره رسیده بود که شاید دعای بد ایرانی ها صفوی‌ها رو گرفته بود که پسر به پدر اطمینان نداشت، پدر به پسر اطمینان نداشت، پدر پسر میکشت، پسر پدر میکشت، کور میکرد بچه پدر پسرش رو. یعنی پسری که یعنی هر چیزی که انسان برای پسر خود میخواد. ببینید ما به دست چه کسایی گیر افتادیم. و جالب اینه که شما اگر به اصطلاح این شبکه‌های من اگه بتونه همین شبکه ما بعضی از این صحنه‌ها به اصطلاح تعریف هایی که شبکه‌های شیعه ها از این پادشاه ها میکنه، اینا رحمت الله علیه و نمیدونم رضوان الله علیه میگن، همین پادشاهایی که بچه‌های خودشون میکشتن، همین پادشاهی که زن خودشو بیگناه میکشت، زنشو تو بخاری که از این پادشاهی بعدی تو بخاری گذاشته. یعنی پسر همین شاه صفی که حالا بهش میرسیم زن خودش رو تو بخاری زنده آتش زده. باز اینها رو رضی الله عنه نه رضوان الله علیه میگن. من از دوستان میخوام که قطعه‌های از یکی از این شبکه‌ها رو براتون نشون بده که در مورد صفوی‌ها ببینید چه لفظی به کار میبرن. چرا؟ برای اینکه اینها هر غلطی که میکردن، هر اشتباهی که داشتن، یک کار خوب به قول اونا انجام میدادن و این است که قبور ائمه رو آباد میکردن. همین شاه صفی هیچ هنری نداره در این 14 سال جز اینکه شاید هم حتما به تحریک مادرش دیگه، که قبر فعلی حضرت علی که منسوب است به حضرت علی، اون که حضرت علی که در اونجا مدفون نیست، همین آقا شروع کرده، همین آدم جنایتکاری که زن خودشو کشته و بیگناه مردم رو میکشته و علت مرگش هم به شما میرسم که چیه، که باز ببینید که چه کسی این قبر رو ساخته. این قبر فعلی رو درسته که سرش یه دونه صندوقچه اینا بوده، اما این ساختمانی که میبینید در زمان شاه صفی ساخته شده و با پول ملت ما که به ظلم از ملت ما گرفته شده بوده. پولی ظالمانه، شاه خائن، لواطگر، شرابخور این قبر رو ساخته و علمای شیعه خوشحال هستن و بهش میگن رضوان الله علیه. یعنی تنها کارش بگیم که از نظر به اصطلاح از نظر ما که اون کارش هم خوب نیست، اما از نظر مردم ایران کار خوبی که انجام داده همون قبر حضرت علی رو آباد کرده. شاه صفی اصولا به علاقه هم نداشت جز به کشتن و بیرحمی، علاقه به اداره مملکت نداشت. این رو سپرده بود به اعتماد الدوله میرزا تقی که به اصطلاح الحق اون خوب اداره میکرد، یعنی که از وزیرانه، یعنی اداره میکرد بالاخره، چون که سرزمین بزرگی به دست شاه صفی رسیده بود. یادتون نره که پدر بزرگ شاه عباس پادشاه قبلی سرزمینی تقریبا بیش از 2 برابر سرزمین فعلی ایران رو در تصرف خود داشت، یعنی سرزمین خیلی بزرگی بود، اداره میخواست به هر حال دیگه. شاه صفی که در حال شرابخوری بود و این وزیر میرزا تقی اعتماد الدوله به خوبی اداره میکرد، که البته سزای اداره خودش رو هم، سزای خدمت خودش رو به صفوی‌ها هم دید که بعدها در زندگی شاه عباس دوم خواهیم گفت. جالب اینه که خود این شاه هم اجازه نمیداد فرزندان خودش هم که دو سه فرزندی که داشت تو کارهای سیاسی بیان، هرچند که هنوز بزرگ هم نشده بودن، ولی با این وجود اونها هم، چون که اینا از کوچیکی بچه‌ها رو می‌بردن والی ولایت ها می‌کردن، اونها هم تو حرمسرا نگه داشت. به همون ترتیبی که خودش بزرگ شده بود اونها هم بزرگ شدن و دیگه به اصطلاح یک اشتباه دیگری که البته وزیرش انجام داد این است که به خاطر اینکه خرجشون کمتر بشه به اصطلاح ایران رو به تقسیم بندی کرد بین حکام و از اونها به اصطلاح فقط پول میگرفت و خرجی تا نمیکرد، یعنی برای ارتش و اینها خرجی انجام نمیداد. طبعا این اشتباهی بود که اینا مرتکب شدن و مملکت منسجم رو که در زمان شاه عباس منسجم شده بود رو به اصطلاح دوباره به همون وضعیت سابق در آوردن، وضعیتی که قبل از شاه عباس بود. این شاه، حالا گفتیم این شاه چیزی نداشت که آدم حالا کدوم حرفشو بگه جز این که به عیاشی و شرابخوری اینا بود مشغول بود. البته این شرابخوری یک تأثیری داشت.
گاهی که شراب زیاد میخورد و چون که تبش هم بیرحم و وحشی بود، این تب بیرحمی رو از پدر بزرگش به ارث برده بود، منتها از اون دیگه در اینجا گویی سبقت رو بوده بود. وقتی که مست میشد و قدرت هم داشت، انسان که قدرت، فکر کنید که یک آدمی شدت مست کنه بشینه پشت کامیون، از پشت کامیون نشستن هم بدتر بود، چون این پادشاه مملکت بود، دستور میداد، دستورش اجرا میشد. در همین حالت مستی وقتی که عصبانی میشد، خیلی دستور قتل، روزی نبود که دستور قتلی رو صادر نکنه. و یکی از کسان مهمی رو که کشت زین الخان شاملو بود که در زمان شاه عباس، یعنی در زمان پادشاه قبلی، بغداد رو فتح کرده بود. فقط به خاطر اینکه شکست خورد در نزدیک مریوان و برگشته بود پیش این، مثل دیوانها دستور داد که فوراً بکشنش. طبعا کشتن چنین سردارهایی بقیه رو هم میترسوند و بالاخره در اثر همین افراد در خوردن شراب، خصوصا در خوردن شراب دیگه خیلی افراط میکرد، این مرد. اما کی مرد؟ کجا مرد؟ چگونه مرد؟ این به زیارت مشهد رفته بود، به همین حالت شراب خوری مشهد رو زیارت میکرد. من نمیدونم اینها چگونه مردمی بودن. و به اصطلاح در باقفین کاشان، هم باقفینی که امیرکبیر هم اونجا کشته شد، در 12 صفر 1052 مرد و جسدش رو بردن در قم علمای شیعه و در، یعنی نمیگم حالا علمای شیعه، به هر حال در قمی که علمای شیعه بودن اونجا بردن در کنار معصومه که حالا داشت کم کم مشهور میشد. معصومه مثل حالا نبود، همین پادشاه مشهورش کردن، دفنش کردن و براش یک قبر عالی ساختن که شاید حضرت معصومه شفاعت کنه و این پادشاه جنایتکار که کاری جز کشتن و شرابخوری و عیاشی نداشت، به اصطلاح به بهشت بره. بعد از او فرزند خردسالش شاه عباس دوم به نام شاه عباس دوم، شاه عباس اول همون شاه مشهوره، به حکومت رسید که در وقت پادشاهی 9 ساله بود. ما بعد از این میان برنامه کوتاه زندگی شاه عباس دوم رو هم بررسی میکنیم. اساسی که از حیا ایمان نهاده است، امیر المؤمنین عثمان نهاده است. جزو کس را نبود است این تمامی، ز پیغمبر 2 فرزند گرامی. کسی کو این کرامت از خدا یافت، که 2 چشم و چراغ مصطفی یافت. جز نورین و هم از خاندان بود، چگونه منکر صدقش توان بود. کسی که از آسمانش این 2 نور است، مه و خورشید با او در حضور است. دم از بغضش گر از دل می براری، مه و خورشید را گل می براری. گر او را دشمنی در کون باشد، که باشد نایب فرعون باشد. چنین گفت او که در بیعت مرا دست، چو با دست نبی الله پیوست. ز بهر حرمت دستش از آنگاه، به مکروهی نبود آن دست را. دلش دریای اعظم بود و از علم، تن او کوه راسخ بود و از حلم. چو در قرآن امام خاص و عام است، چرا در حکم خویشان ناتمام است.
همه عمر او نخفتی و نخوردی، که تا در هر شبی ختمی نکردی. چو شاهد بود و قرآنش همیشه، مدامش جامع بود و پیشه. شهید قرب و شاهد گشت و آخر، ز قرآن یافت و خونش تشت آخر. اساسی که از حیا ایمان نهاده است، امیر المؤمنین عثمان نهاده است. جز او را کس نبود است این تمامی، ز پیغمبر دو فرزند گرامی. کسی کو این کرامت از خدا یافت، که دو چشم و چراغ مصطفی یافت. حالا میپردازیم به زندگی هفتمین پادشاه صفوی ها که در سال 1052 در سن 9 سالگی به حکومت رسید. شاه عباس دوم میخواست مثل شاه عباس اول پادشاهی مشهور بشه. چرا شاه عباس اول به هر حال به خاطر موفقیت‌هایی که به دست آورده بود نامآور شده بود، هم به خاطر گفتیم دیگه زندگیشو، و دیگه حالا پادشاهان دوست داشتن که تقلید کنن و مثل شاه عباس اول بشن. اینم اسمش خودش عباس بود، اسمش گذاشت شاه عباس دوم. منتها وقتی که به حکومت رسید یک بچه 9 ساله بود و کارها و در حرمسرا هم دیگه بزرگ شدم 9 سالگی هم خوب تربیت نشده بود. و جالبه که مادرش رو پدرش بکشته بود. فکر کنید بچه مادرش و پدرش کشته باشه چگونه بزرگ میشه؟ این میخواد پادشاه ایران بشه. یعنی در دوره ما اگر زن و شوهر دعوا کنن دیگه طلاق میگیرن. اونجا آقای شاه پس زنشو کشته، شاه صفی کشته بوده به اصطلاح. باز ولی حالا مملکتی که اداره میکنه یک بچه 9 ساله که نمیتونه مملکت اداره کنه. همون میرزا تقی اعتماد دوله که در زمان پدر همین شاه جدید همه کاره بود، گفتیم شاه صفی فقط شرابخوار بود و کاری به کار حکومت نداشت، حکومت رو اداره میکرد و الحق همونطوری که گفتیم خوب اداره میکرد. منتها همین که این شاه کمی بزرگتر شده دست چپ راست خودش شناخت، چون که میدونید که پادشاهان صفوی رو خودمون به اصطلاح صوفی ها نوعی مقام الهی برشون قائل بودن، ولو که شرابخوار باشه، ولو اینکه خودشون هم شرابخوار بودن دیگه، ولو که هر کاره باشه، زنباره باشه یا هر چی باشه. و ایشون همین که قدرت به دست گرفت، تونست دست چپ راست خود بشناسه، قدرت به دست گرفت، دستور قتل میرزا تقی اعتماد دوله رو صادر کرد و کشور خودش رو از این وزیر کاردان و وفادار محروم کرد. یعنی بی دلیل هم کشتش، فقط به خاطر تحریک زنهای حرمسرا که حالا همشون از با عقده بزرگ شده بودن دیگه. یک زن تو حرمسرا که اسمش زن شاست، شوهر که نداره دیگه. فکر کنید که شاه سلطان حسین 500 تا مثال زن داشته، 4500 تا کنیز داشته، 5000. شما فکر کنید در 20 سال هم اگه بخواست تقسیم عادلانه کنه به یک زنش حق نمیرسید. در 20 سال یک شب. این است برکت دینی که علمای شیعه برای زنان آورده بودن. طبعا این همه عقده‌ای بار می اومدن. به هر حال ولی با این وجود خودش هم کشور بعد اداره نکرد، آبادی کرد، از حق آدم نگذره. یک کار خوبی که داشت، رعیت در زمان این راحت تر بودن، حتی یک کرور تخفیف مالیاتی داد که این باعث خوشحالی مردم شد. یعنی سعی میکرد که خود رو پیش مردم محبوب کنه. طبعا این تا اون وقت نبود، همیشه در دعواها بین بزرگان طرف مردم رو میگرفت. از این لحاظ شاه عباس دوم محبوب شد و کارهای آبادی هم کرد. آل قاپو و باغ سعادت و چهلستون و پل خواجویی که شما در اصفهان میبینید، اینها در زمان او ساخته شد. اینها دلیل بر این است که این اونقدر پادشاه نالایقی نبود. منتها با عثمانی‌ها که صلح کرده بودن در اونجا خیالش راحت بود. و جالبه که من قبل از اینکه از جنگ اینها با هندیا بگم، داستانی رو از به اصطلاح ازبک ها بگم. در اوایل سلطنت همین شاه عباس دوم، امام قلی خان ازبک پادشاه ازبک ها بود. یعنی ازبک ها مثل عثمانی ها دائما با ایران در حال جنگ بودن.
این به علتی که چشمی ضعیف شده بود از پادشاهی کنار گرفت و نادر محمد خان رو، پسر خودش رو، به جانشینی منصوب کرد. باز اومد بره به زیارت مکه. از ترکستان اومد به خراسان، طبعا به زیارت امام رضا میخواد حالا بره. اینجا شاه دستور داد که در هر دو فرسخی ازش استقبال کنن. یعنی اینم دیگه از کارهایی بود که موعد اعظم قبول کنه. کار خوبی بود از لحاظ آداب پادشاهی، برای که صفوی آداب پادشاهی رو نمیدونستن. ولی این تو استقبال کرد، خیلی با احترام باش، خودش هم به استقبالش رفت و این اومد و قبر امام رضا رو زیارت کرد و از اونجا حرکت کرد رفت طرف مکه. با علمای شیعه که کم کم قدرتشون داشت بیشتر میشد. البته بیشتر به این معنی نمیشد که به اصطلاح در امور دولتی به اصطلاح کارا دست اینا از دست پادشاه به دست اینا بیفته مثل دوره ما، نخیر. اما تونسته بودن در کنار سایه پادشاه بر خود دست پای، چون با شاه مخالفت نمیکردن. همین علمای صفوی که ما میگن که نمیدونم ما با ظالم مخالفیم، از سنگ صدا در میومد. اما شیخ بهاییشون که با شاه عباس بود، شیخ کرکیشون، محقق کرکیشون که با شاه طهماسب بود، اینها در فکر پر کردن جیب خود و پیشرفت مذهب خود بودن و با پادشاه همکاری میکردن. گاگای پادشاه به اینا رغبت نشون میدادن. اگه دلشون میخواست شراب میخوردن، اگه میخواستن شراب ممنوع میکردن، اگه میخواستن آزاد میکردن. برای علما اهمیتی قائل نبودن. چرا؟ برای اینکه خود علما اهمیتی نداشتن. علما سیاست خود رو در زمان صفویه برای این گذاشته بودن که شاه صفوی رو تقویت کنن، چرا که اون برایشون مذهب شیعه رو در ایران پخش میکرد. اما این بازم به پیش علما میرفت و بهشون پول میداد. در قم حتی پشت سر ملا محسن فیض نماز خوند. ملا محسن فیض که از همین بزرگان هم شیعه هاست و این اومد پشتش نماز خوند، در حالی که این صوفی ها خودشون رو بالاتر از ملا ها میدونستن. ملا محمد تقی مجلسی، پدر همین آقای ملا محمد باقر مجلسی، رو گفت که کتاب من لا یحضره الفقیه رو شما شرح برش بنویس. همین پادشاه برش میگه در این کارها، مثل پدرش دیگه. پدرش هم که به اصطلاح اونطور جنایتکار بود، اونطور عیاش بود، در ضمن به دین شیعه خدمت میکرد. اینها یک اتحادی بود بین، نمیدونم، در عقایدشون به قول اختلاطی بودن دیگه. اختلاطی یعنی این که عقاید ثابتی نداشتن، هم دنبال عیش و نصرت بودن، هم دنبال قبر پرستی که شاید این قبر پرستی اون عیش و نصرت اینا پاک کنه. ایشون هم خیلی خوشگذران بود، تفریحات عامپسند رو دوست داشت. باغ وحش زیاد میرفت. باغ وحش رفتن گناهی نداره، ولی برای خودش به اصطلاح اسباب لهو و لعب حلال و حرام رو فرام کرده بود. چوگان بازی، ماهیگیری، شکار و این چیزها از کارهای کاملا مورد علاقش بود. و شاردن در سفرنامه خود اشاره میکنه که با وجود اینکه به اصطلاح پادشاهی سختگیر بود و با علما رفت آمد داشت، میخوام اینو بگم، شاردن در سفرنامه خود اشاره میکنه که زنان روسپی در اصفهان سالیانه به طور مجموع در دوره این شاه که پشت ملا فیض نماز خونده و نمیدونم ملاها زیاد بودن و قدرتمند بودن و داشتن دین شیعه رو میساختن، 8000 تومان مالیات میپرداختن. 8000 تومان اون دوره دیگه میلیون ها دلار این دوره است. و دیگه اینم نوشته شاردن، و تعداد زیادی از پسران زیباروی 10 تا 16 ساله در قهوه‌خانه ها به جلب مشتری مشغول بودن. به جلب مشتری یعنی به کار لواط. خوشحالم که در خدمت شما هستم با برنامه‌ای درباره تاریخ ایران، درباره تاریخ دوره صفوی، تاریخ دوره‌ای که زندگی ما و شما رو عوض کرد، هرچند که این سلسله ظاهراً از بین رفته. اتفاقاتی که
تقریبا 500 سال پیش رخ داده، امروز بر زندگی همه ما و شما تأثیرش هست. به سلطنت رسیدن اولین شاه صفوی به نظر من یک سکوت عامدانه در ایران در مورد سلسله صفوی هست و هر چیزش رو کوشش میکنن که به ما نگن. بعضی چیزها و خیلی چیزهای مهم رو از ما و شما مخفی میکنن. اما شما میدونید که 500 سال قبل نامی از روحانی نبود، از روحانی شیعه در ایران نبود، نام و نشان و اثری ازش نبود. نه کسی حجت الاسلام میشناخت، نه کسی آیت الله رو میشناخت، نه اسمها همه جدید، آیت الله عظما رو میشناخت، مرجع تقلید، اینا چیزایی نبود و هیچ کس به طور مطلقاً اینجور مردم رو نمیشناختن. پس ما باید اینها رو بشناسیم.